مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 57 ناحیه بخش با مقصد تجلیل استقلالیت ملی و ترغیب طرز حیات سالم با تشبث آموزگار سابقه‌دار مؤسسه نوابسته به سن سالشون که 70 سال سن سالشون تشکیل میکند آزمون یعنی ماراتون دو در دایره خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تشکیل کرده شد و در این دو همه آموزگاران جوان و خود آموزگار نوابسته به سن سالشون که با تکرار کردیم 70 سال رو تشکیل میکنه. استاد حمید نظری‌مند خودشون اشتراک کردن و مساحت 12500 متر رو تشکیل میکرد، یعنی 18 نوبت در گرد میدانچه ورزشی دویدند و در آخر غالبان آزمون جایهای یکم، جایهای دوم، جایهای سوم از طرف ماموریت مؤسسه با افتخارنامه‌ها مکافاتانیده شدند. مقصد گذراندن چنین شورابی‌های ورزشی یعنی که در پیش به همه ما شما معلوم است جشن 33 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان رو منتظر هستیم. مقصد رغبت هدایت جوانان نو به کمال رسیده در روحیه علم آموزی، انسان دوستی، دوست داشتن ورزش و منع نمودن آنها از مسائل تاریک فکری و اندیشه های باطل و ترغیب نسل نورس به حیات آینده جامعه. Mana kamera kakak? Fondant. Davide. Davide ma qarib omada. Ajdam sarshid. Ajdam krukar. این مصطفی خود دو کروک نشاتی داره.
زدن بگیریم خاصه. خوانندگان عزیز به شما معلوم است که امروز ما در عرفه عید بزرگ جشنگیری 33 سالگی استقلالت جمهوری ترکستان در عرفه همین عید که نزدیک آمده است جشن میگیریم. در تمام مؤسسه‌های تعلیمی کشورمون هم یکی چهاربینی‌های فرهنگی و چهاربینی‌های ورزشی میگذرد. ما آموزگاران تصمیم گرفتیم که بخشیده به همین عید بزرگ یک ماراتون تشکیل کنیم و مسافه 2500 متر بین خوانندگان و آموزگاران. ماراتون ما حاضر تشکیل کردیم، نتیجهش معلوم شد. خب البته جای اول، جای دوم، جای سوم صاحب افتخارنامه بشوند. خود من معرفی میکنم. جای اول نصیب خواننده سیفتگو خطیبان است. جای دوم نصیب خواننده بلند بگو. جای سوم نصیب خواننده امید پرویز صنف 8B. از نام تمام کلکتیو آموزگاران اول به این عیدی که در پیش ایستاده است تبریک میگیم. این خواننده‌ای که امروز غالب شدند اینها را ما به یک بار دیگر تبریک میکنیم. بگذار در آینده وقتی که به ورزش مشغول میشوند یکی از محافظان بزرگ وطن میشوند. خرسک بزنید. تشکر زیاد. تماشابینان محترم، چخیلی که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی مقطع 57 امروز ماراتون برگزار شد و جهت ترغیب طرز حیات سالم امروز خوانندگان در اینجا اشتراک نمودند و ما هم تشکر زیاد میگویم مینداری خش را به شما بیان میکنیم استاد عزیز و به همه خوانندگانی که و آموزگارانی که در این چهاربینی امروز اشتراک نمودند تشکر میگویم. تشکر زیاد. سلامت باشید.